بیس ژلتو برمی‌داری، از برند تتیس بازش میکنم. چند قطره میریزم روی یک کاغذی که لیزه، مثل کاغذ عکاسی، برای اینکه وقتی موقع استفاده میکنی اضافه ها و خاک ناخون داخل کار بر نگرده. از براش مخصوص پلی ژل استفاده میکنم، آغشته میکنم به بیس ژل و ناخونی رو که از قبل آماده کردم، پرایمر زدم، زدقاش زدم، زیرسازی انجام شده، روش رو بیس میزنم. بیس رو میتونیم به صورت لاک زدن استفاده کنیم، هم میتونیم به صورت دورانی و ماساژ دادن روی سطح کار انجام بدیم. به این صورت همه قسمت ها رو آغشته به بیس ژل میکنیم. بله، ریشه ناخون رو به دقت کار میکنیم و این کار رو ادامه میدیم. از کلینز برند ترازونی استفاده میکنم، داخل ظرفم میریزم، مقداری درش رو میبندیم. از قلم دیگه استفاده میکنم، قلم رو آغشته به کلینز میکنیم. بعد خیلی نباید از کلینز استفاده بشه، خیلی معمولی. از این ها استفاده میکنیم، پوشرهایی که مواد رو از تیوب پلی ژل جدا میکنه، که به نظر من از چوبیش استفاده کنیم خیلی راحت تره، ولی فعلا با پوشر خود قلممون استفاده میکنیم و پلی ژل رو روی کار قرار میدم. قلمم رو برمیدارم و به آهستگی از قسمت ریشه شروع میکنم، کار رو به همه قسمت های صدف ناخونم میرسونم. از سینه قلم استفاده میکنم، کمتر از نوک قلم نباید زیاد باز بشه. وقتی که اون رو به انتهای کار، لبه آزاد ناخون میرسونم، با ضربه های یک دست اون رو سطحش رو صاف و یک دست میکنیم. اضافه مواد از نوک کار بیرون میاد که شما میتونید اون رو جدا کنید. کار رو ببینید، یک دست، فقط کار رو ببین چقدر تمیزه.